همین وضعیت مسلمانای امروزی را در سطح دنیا شما ارزیابی کنید. همین آیات‌های قرآن کریم سر کی صادق میشه؟ سر کی صادق میشه که امروز با کفار کی دست یکی کرده، قوت یکی کرده، هر جای مسلمان کوبیده شود، هر جای مسلمان ذلیل شود. و برادر اگر دشمنی قومی داری، دشمنی لسانی داری که با تاسف امروز در اوج خود رسیده، شما باور بر الله بکنید جبهات که در هر جای گرفته شده، از عربستان گرفته تا هر جای جبهات روی قومیت قائم شده، روی قومیت، روی منطقه. اسلام مطرح نیست. اون نمیبینی گروه ها را، حالی خب مسئله شیعه و سنی برآمدونه، در حد نهایتش رسیدن. شما خود میبینید که چرا علتش چیسته؟ علتش نمیسته که اینی مسلمان اینی کتاب الله را پرچه کرد، این کتاب الله را در پشت سر انداخت، این کتاب الله را تصدیق نکرده، واقعا ایمان سری قرآن نداره. و قرآن ایمان داشته باشه چرا؟ فرق بین پاکستانی و افغانستانی هست چی؟ فرق بین تاجیک و پشتون هست، ازبک و هزاره هست. از کجا فرق پیدا میشه؟ فرق بین سوری و تونسی هست، فرق بین مصری و عربستانی هست. فلسطینی طفلش هم بعد حلال شود، طفلش. آیا اگر سری فلسطین تجاوز میشه، قبله مسلمان ها گرفته میشه، جهاد فرض میشه؟ جناب عربستان اونجا میری دیمن بمبارد میکنی به خاطر ازی که ما از حکومت مشروع دفاع میکنیم، اینجا قبله مسلمان ها گرفته میشه. به نام اسلام ملت اسلام جمع کو در مقابل اسرائیل جهاد کنی، چرا نمیکنی؟ ببینیم که حرکت ها به کدام نیت شروع میشه، مقابله به کدام نیت شروع میشه. به نیت اسلام نیست، به نیت قائم کردن نظام الله نیست، به نیت های گروه بازی است. از همون خاطر است در به در، خاک به سر، ذلیل و رسوا مسلمان ها در هر جای هستند. با قرآن عقیده نداره که قرآن چی دستور برای ما میده و این قانونی ماست، ما بعد زندگی مطابق قضیه بکنیم، نمیکنه.